به شاگردانش باشد عیسی چنین گفت: وسوسه ها پیدا خواهند شد، ولی وای بر حال آن کسی که به واسطه وی وسوسه ها به میان می آیند. برای وی بهتر می شد که به گردنش سنگ آسیاب را آویخته به بحر پرتایند، از آن که وی یکی از پیروان خردترین را گمراه کند. پس احتیاط باشید. اگر برادرتان بر شما گناهی بکند، او را نصیحت کنید و اگر توبه کرده از گناه دست کشد، او را بخشید. اگر او روز 7 بار گناه کند و 7 مراتب توبه کردم گوید، او را بخشید. فرستادگان به خداوند عیسی گفتند: ایمان ما را زیادتر کن. خداوند گفت: اگر شما حتی به اندازه دانه خردل ایمان می داشتید، به این درخت توت ریشه‌کن شو و به بحر چنانده شو گفته می توانستید و وی به شما اطاعت می کرد. فرض کردیم که غلام شما به شدگار زمین و یا به چوپانی مشغول است. مگر وقتی از کشتزار برگشتنش شما به وی می گویید که زود آمده نزد دسترخوان بشیند؟ مگر به او چنین نمی گویید خوراک شام را تیار کن و تا وقتی که من می خورم و می نوشم میانت را محکم بسته به من خدمت کن، بعدتر خودت می خوری و می نوشی. آخر شما به غلامتان برای اجرا کردن فرمانهایتان تشکر نمی گویید کو؟ پس شما نیز بعد از آن که فرمانهای به شما داده شده را اجرا می کنید بگویید: ما غلام ناچیز هستیم و تنها وظیفه خود را اجرا کردیم. عیسی که به اورشلیم روانه بود، قد سرحدی بین سامره و جلیل راه می رفت. هنگامی به یک دهه در آمدن به 10 کسی که بیماری پوست داشت روبرو شد. آنها کمی دور ایستاده داد زدند: ای عیسی، خواجه، به ما رحم کن. عیسی آنها را دیده گفت: رفته خود را به کاهنان نشان دهید. آنها رفتند و در راه پاک شدند. یکی از آنها چون دید که شفا یافته است، با آواز بلند خدا را ستایش کنان برگشت و خود را پیش پایهای عیسی پرتافته به او منتداری بیان کرد. آن مرد از سامره بود. عیسی پرسید: مگر 10 نفر از بیماریشان پاک نشدند؟ 9 نفر دیگر کجایند؟ پس نخواد غیر از این مرد غیر یهودی یگان نفری از آنها برنگشت که خدا را حمد و ثنا خواند. بعد به او گفت: برخیز و برو، تو را ایمانت شفا داد. فریسیان از عیسی پرسیدند که کی پادشاهی خدا فرا می رسد؟ او با آنها جواب داد: آمدن پادشاهی خدا به نظر نمایان نیست. کسی به شما نمی گوید نگاه کنید وی در اینجاست و یا وی در آنجاست. آخر پادشاهی خدا الکی در بین شماست. ولی عیسی به شاگردانش گفت: وقت می رسد که به دیدن یکی از روزهای پسر آدمی زاد زار می شوید، ولی آن را نمی بینید. به شما می گویند وی در آنجاست یا وی در اینجاست، از قفایشان ندوید. زیرا پسر آدمی زاد در روز آمدنش مثل رعد و برق می شود که درخشیده آسمان را از یک سو تا سوی دیگر روشن می کند. ولی اول او باید عذاب بسیار کشیده از طرف نسل این زمان رد کرده شود. چطوری که در زمان نوح پیغمبر بود، زمان آمدن پسر آدمی زاد نیز همان طور می شود. زیرا تا روزی به کشتی در آمدن نوح آدمان می خوردند و می نوشیدند، زن می گرفتند و به شوهر می برآمدند
ولی بعد طوفان برخاسته همه را نیست و نابود کرد. همچنین مانند زمان لوط خواهد بود که آدمان می خوردند و می نوشیدند، می خریدند و می فروختند، می کاشتند و عمارت می ساختند. ولی روزی که لوط از شهر سدوم برآمد، از آسمان آتش و سلفور باریده همه را نیست کرد. روزی که پسر آدمی زاد ظاهر می گردد نیز همان طور خواهد بود. اگر کسی آن وقت در بالای بام و چیز و چاره‌اش درون خانه باشد، برای گرفتن آنها پایان نفراید. اگر کسی در صحرا باشد، به خانه‌اش بر نگردد. زن لوط را به خاطر آورید. کسی که حیاتش را امین نگاه داشتنی است، آن را از دست می دهد. ولی کسی که حیاتش را فدا می کند، آن را امین نگاه می دارد. و شما می گویم که در آن شب از 2 نفری که در یک جاگه خوابند، یکیش گرفته می شود و دیگرش می ماند. از 2 زنی که در یک آسیاب گندم آرد می کنند، یکیش گرفته می شود و دیگرش می ماند. آنگاه شاگردانش از او پرسیدند: ای خواجه، این در کجا به عمل می آید؟ او به آنها جواب داد: هر جایی که جسد است، پرنده های لاشخور در آنجا جمع می شوند.